سلام عزیزان، شبتون بخیر. بالاخره کانال تاریخیمون که $3600 بود شکسته شد و الان چند وقتی که ما بالای $3700 داریم ترید انجام میدیم. یعنی این یک نوید بخش صعود در میان مدت و کوتاه مدت برای اونس جهانی طلا. چند عاملی که این بار باعث شده که ما شاهد این باشیم که طلا روز به روز داره رشد انجام میده. عوامل ژئوپلیتیکی، یعنی همین جنگ‌های بین‌المللی، نمیدونم خطراتی که کشورها دارن لمس میکنن و در کنارش کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آمریکا. خب کاهش نرخ بهره میتونه دلار رو تضعیف کنه و باعث بشه که روز به روز طلا ارزشش بیشتر بشه. خب ما بیایم روند رو بررسی کنیم کنار هم دیگه. اگر ما حساب کنیم داخل یک کانال سعودی هستیم که فعلا در میدلاین هستیم که اگر وضعیت ادامه دار باشه و نرخ بهره آمریکا پایین تر بیاد، احتمال اینکه ما تا $4000 رو ببینیم در 3 ماه دور از ذهن نیست.